thought it was an alien and he had big eyes. خیلی وقتا پیش میاد که از زبون بچه‌ها چیزای عجیب و غریبی میشنویم که معمولاً هم جدیشون نمیگیریم. اونا یک سری افرادی که ما نمیبینیم رو میبینن، باهاشون حرف میزنن و حتی باهاشون بازی میکنن. بارها هم شنیدیم که میگن حرف راست رو از بچه بشنو. توی این ویدیو میخوام از زبون بچه‌ها بشنوی که راجع به موجودات فضایی چی میگن و چه چیزایی دیدن. سلام، خوش اومدی به یه ویدیو دیگه با من پرنیانم و قرار امروز توی این ویدیو کلی چیزای هیجان انگیز و عجیب و غریب با هم ببینیم و ضربان قلبمون بره بالا. من وقتی داشتم راجع به این موضوع تحقیق می‌کردم متوجه شدم که علاوه بر اون موضوعی که مد نظر منه، تو جاهای دیگه‌ای از دنیا هم این اتفاق افتاده و تصمیم گرفتم توی این ویدیو راجعش صحبت کنم. به خاطر همین این ویدیو رو به 2 قسمت تقسیم کردم و شما الان دارین قسمت 1 رو میبینید. 19 سپتامبر سال 1994 یه روز خیلی عادی در مدرسه اریل در روای زیمبابوه بوده. تا اینکه حدود ساعت 12:12 ظهر به وقت محلی بچه‌های مدرسه متوجه یک جسم عجیب و غریبی توی بوتهزار نزدیک مدرسه میشن. در این روز حدود 60 نفر از دانش آموزا جسمی نقره‌ای رنگ به شکل دیسک رو بین درخت‌های نزدیک مدرسه می‌بینن. I saw something silver on the ground amongst the trees and a person in black. همون روز مسئولین مدرسه از بچه‌ها میخوان که اون چیزی رو که دیده بودن نقاشی کنن. تعداد زیادی از بچه‌ها گفته بودن که افرادی با پوشش سیاه و چشم‌های بزرگ و مشکی دیده بودن که در کنار و روی این سفینه ایستاده بودن. He had big black eyes. His face was like this and his eyes were down here. توی اون منطقه نه تنها فقط بچه‌ها بلکه 14 نفر از افراد محلی هم در اون روز شاهد اجسام پرنده‌ای در آسمون بودن. saw a glow over my chicken run, a very orange glow. It's just a big round ball. اونا نورهای نارنجی رنگ و اجسام بزرگی به شکل توپ رو تو آسمون دیده بودن که میگفتن برخلاف هواپیما وقتی تو آسمون حرکت میکردن هیچ صدایی نداشتن. One thing we noticed about it was the lack of sound. In total, I would say about 14 people saw this in our group anyway. باید بگم که این تنها اتفاق اون روز نبود و گزارش‌های دیگه‌ای هم از دیده شدن اجسام پرنده و نورهای عجیب و غریب از جاهای دیگه زیمبابوه، زامبیا و آفریقای جنوبی هم به دست منابع خبری رسید. یکی از بزرگترین وقایع دیده شدن UFOها در 6 اپریل سال 1966 در جنوب استرالیا اتفاق افتاد. چرا که 350 نفر از دانش آموزان و کارکنان دبیرستان وستال شاهد این اتفاق بودند. با اینکه یکی از بزرگترین وقایع 100 سال اخیر در تاریخ دیده شدن UFOها بود، گزارش‌های خیلی کمی از اون تهیه شد و دولت وقت سعی داشت که این اتفاق رو پنهان کنه. دکتر جیمز مکدونالد فیزیکدانیه که به خاطر مطالعات و تحقیقاتش در زمینه UFOها شهرت خیلی زیادی داره. اون یه مصاحبه معروف با معلم علوم این مدرسه اندرو گرین‌وود داره که شاهد این اتفاق بوده. گرین‌وود توی این مصاحبه میگه که داستان از اینجا شروع شد که یکی از دانش آموزا خیلی هیجان زده و مضطرب به سر کلاس میاد و میگه که یه بشقاب پرنده توی آسمون دیده. اون میگه که اول فکر میکنه که این بچه خیالاتی شده و اعتنایی به حرفش نمیکنه. ولی وقتی که این بچه اصرار میکنه که این جسم رو توی آسمون دیده، گرین‌وود کنجکاو میشه و میره که با چشمای خودش ببینه. وقتی که به بیرون از ساختمون مدرسه میره، متوجه میشه که یک گروهی از بچه‌ها به سمت زمین بازی مدرسه خیره شدن. و زمانی که بهشون نزدیک میشه، یه جسم ناشناخته‌ای رو میبینه که در نزدیکی دکل‌های برق توی آسمون معلق و شناوره. گرین‌وود میگه این جسم گرد و به رنگ نقره‌ای بود، تقریباً به اندازه یک ماشین بود و یک میله فلزی به شکل آنتن داشت. طبق گفته‌های گرین‌وود بعد از مدت کوتاهی 5 تا هواپیما این جسم رو محاصره میکنن و هر کاری میکنن که به این جسم نزدیک بشن بدون اینکه بهش برخورد بکنن. اما موفق نمیشن، چون هر موقعی که به این جسم نزدیک میشدن این جسم شتاب میگرفته و ازشون دور میشده و دوباره معلق توی آسمون میایستاده. اون میگه که این موش و گربه بازی حدود 20 دقیقه طول میکشه تا اینکه این UFO توی یک چشم به هم زدن از آسمون غیب میشه. در طول این زمان حدود 350 نفر از دانش آموزان و کارکنان مدرسه در اونجا جمع شده بودند و شاهد این اتفاق بودند.
بعد از این اتفاق مدیر مدرسه که به شدت شوکه و ترسیده بود از همه میخواد که اون مکان رو ترک کنن و به داخل ساختمون برن. اون دانش آموزا رو تهدید میکنه که اگه حرفی راجع به چیزی که دیده بودن بزنن به شدت تنبیه میشن. همچنین کارکنان مدرسه رو تهدید کرده بود که اگه راجع به اتفاقی که افتاده صحبت کنن کارشون رو از دست میدن. گرین‌وود میگه که زمانی که این اتفاق افتاده بود خودش به چیزی که داشت میدید شک کرده بود و نمیتونست به چشمای خودش اعتماد کنه. چون میگفتش که قبل از این اتفاق حتی به ذهنش هم نمیرسید که UFOها وجود خارجی داشته باشن. به خاطر همین از یکی از معلمای تربیت بدنی مدرسه میپرسه که اون چی دیده تا بتونه با چیزی که خودش دیده مقایسه کنه و مطمئن بشه که خیالاتی نشده. ولی اون زن به خاطر اینکه شوکه شده بوده یا به خاطر تهدیدهای مدیر مدرسه هیچ حرفی نمیزنه. اون از یکی از دانش آموزای سال آخر میپرسه و مطمئن میشه که هر چیزی که دیده بوده واقعی بوده و خیالاتی نشده. سو سوج یکی دیگه از شاهدین این اتفاقه که در اون زمان 13 سالش بوده و اون روز سر کلاس علوم بوده که یکی از بچه‌ها میره تو کلاس و میگه که یه بشقاب پرنده تو آسمونه. اون میگه که این اتفاق تاثیر عمیقی روی اون گذاشت و باعث شد که علاقه زیادی به ستاره‌شناسی و UFOها پیدا کنه. اون میگه که پدر و مادرش در اون زمان این اتفاق رو باور نمی‌کردن. حتی وقتی سالها بعد برای بچه‌هاش تعریف میکنه که در اون روز چی دیده، بچه‌هاش فکر میکنن که اون دیوونه شده تا اینکه گردهمایی شاهدان این اتفاق برگزار میشه و اونا با چشم خودشون میبینن که چندین نفر شاهد این اتفاق بودن. طی سالهای بعد از این اتفاق مدام خبرهایی به گوش می‌رسیده که دولت سعی داره این اتفاق رو پنهان کنه و جلوی حرف زدن شاهدان رو بگیره. خیلی از شاهدان این اتفاق میگفتن که افرادی با لباسهای رسمی به دیدنشون میرفتن و به اونا راجع به صحبت کردن درباره این اتفاق اخطار میدادن. طی این سالها حدس و گمان‌های مختلفی راجع به ماهیت این جسم پرنده زده میشد. یک سری باور داشتن که این جسم کاملا بیگانه و ناشناخته بوده، در حالی که یک سری دیگه میگفتن که این دولت بوده که داشته تکنولوژی جدیدی رو امتحان میکرده. تا به امروز با اینکه 58 سال از این اتفاق میگذره و مصاحبه شاهدانش تو همه خبرگزاری‌های دنیا پیچیده، هیچ منبع رسمی این خبر رو تایید نکرده. در حال حاضر محلی که این اتفاق افتاده بود در وستال استرالیا تبدیل به یک پارک یاد بود برای به یاد موندن این اتفاق در سال 1966 شده. ولی واسه من خیلی جالبه که چرا دولت‌ها سعی می‌کنن اتفاقی که این همه آدم شاهدش بودن رو پنهان کنن. مگه چه اتفاقی میفته که آدما از این موضوع باخبر بشن؟ برام توی کامنت‌ها بنویسین اولین باری که راجع به دیده شدن UFO شنیدین چه حسی داشتین. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردی. اگه دوست داشتی این ویدیو رو لایک کن تا کلی به من انرژی بدی. منتظر قسمت دوم این ویدیو باش و تا اون موقع دست از جستجو کردن و پرسیدن بر ندار. خداحافظ.